خب برای بچه اومدیم واسه بررسی رافائل. میکنید این فلفل رافائله، بعد پراش باز میشینه بهتون میبینید، بعد اینجاشو اگه دقت کنید داره قدرتی که نمیذاره منفجر بشه. فلفل یه دیسک عادی مثل آسترال اسپرایزن و زیرش هم که مثل آشیله بالا پایین میشه. ممنون. خب این از این فلفله و پرتابگرش هم که دینامیتیه دیگه. میدونم بیشترتون میدونید دینامیت چیه. این هم از فلفله رافائل. خیلی فلفله خوبیه. اگه فلفل فصل شیشی میخواد یکیشون از من رافائله. ممنون از تا اینجا که با ما بودید. ممنون. خدا نگهدار. حمایتتون نره.